در شهر خوجان مراسم پوشتشوی مسابقه‌های ورزشی برای دریافت جام رئیس ولایت سوق دایر شد. در مراسم پوشتشوی رئیس ولایت سوق رجبای احمدزاده مهمانان از جمهوری بلاروسیا، ازبکستان، فدراسیون روسیه و یکتار ورزشکاران اشتراک نمودند. رئیس ولایت سوق رجبای احمدزاده اظهار نمود که در اساس دستور سپارش‌های پیشوای ملت و با دستگیری مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت سوق جهت رشد و انکشاف نمودهای گوناگون ورزش در ولایت، ترغیب طرز حیاتی سالم، عمومی‌گردانی ورزش، دریافت چهره‌های نوی ورزشی، مستحکم نمودن رابطه دوستی، تبادل تجربه بین ورزشکاران خارجی و به این وسیله درست و مقصدناک استفاده بردن انشاءهای ورزشی سال سوم است که در ولایت سوق مسابقه کشادی ولایتی برای دریافت جام رئیس ولایت سوق برگزار می‌شود. اشتراک دسته‌های فوتبال ولایت در لیگ عالی و لیگ یکم مملکت، برگزاری مسابقه‌های ولایتی منطقوی و محلی، تأمین اشتراک دسته‌های منتخب ولایت و چمپیونات‌های جمهوری و مسابقه‌های بین‌المللی و جهانی، شهادت تلقی وامران قرار ذکر گردیده شمار می‌رود. اطلاع داده شد که سال 2019 مسابقه مذکور از روی 15 نمودی ورزش با مبلغ بیش از 300,000 سومانی، سال 2021 از روی 22 نمودی ورزش با مبلغ 426,000 سومانی و سال جاری باشد از روی 26 نمودی ورزش گذرانده شده بیش از 800,000 سومانی مبلغ جدا گردیده است. لازم به ذکر است که مسابقه قبلی تنها در سطح ولایتی تشکیل و برگزار میشد. سال جاری باشد مسابقه کشادی ولایتی در 3 مرحله گذرانده شد. مرحله یکم بین محله و دهه، مرحله دوم بین جماعت و شهر و دهات و کمیته محله های شهر و نواحی ولایت و مرحله سوم باشد با اشتراک بهترین ورزشکاران از دسته های شهر و نواحی تابع جمهوری ولایت فرغانه جمهوری ازبکستان، سیردریا، سمرقند، بیکاباد، توشکند، ولایت مینسک جمهوری بلاروسیا و فدراسیون روسیه برگزار شد. Мы приехали с синёкой Республики Беларусь. Синёкой, потому что много озер, много рек и также гостеприимно и тепло встречает гостей. В плане нынешних соревнований 4 вида спорта с Республики Беларусь. Дзюдо, которое я представляю, тренером являюсь, плавание, тэквондо и вольная борьба. باید ذکر نمود که ورزشکاران شهر و نواحی ولایت در این مسابقه فعالانه اشتراک نموده مهارت و ملکه و استعداد خود را به اشتراکگران نشان دادند. در مجموع در مسابقه های کشادی ولایتی از روی نشاندادهای به دست آورده شهر و نواحی ولایت به گرفتن 10 مدال طلا، 14 مدال نقره و 23 مدال برنجی شرفیاب گردیدند. همزمان پس از نتیجه گیری مسابقه های ورزشی جای سوم به ناحیه باباجان غفرov، جای دوم به ناحیه جبار رسولov و جای یکم نصیب دسته ورزشی شهری خوجان گردید که رئیس ولایت سوق رجبای احمدزاده در یک وضعیت تنتنوی جام مسابقه را به رئیس شهر خوجان فردوس شریفزاده سپارید. با دستگیری بی‌واسطه رئیس ولایت سوق محترم رجبای احمدزاده طول ماه ایون مسابقه ورزشی برای دریافت جام رئیس ولایت سوق از روی 26 نمود برگزار گردید و در این مسابقه ها دسته شهر خوجان با دستگیری بی‌واسطه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجان و رئیس شهر خوجان محترم شریفزاده فردوس در این نمودی مسابقه ها زیاده از 20 نمود مسابقه ها اشتراک نمودند و با گرفتن 220 مدال سزاوار جای یکم گردیدند. باید قید نمود که امروز ها در شهر خوجان 6 مؤسسه ورزشی شهری و همزمان 4 مؤسسه ورزشی ولایتی فعالیت میبرند. در این مؤسسه ورزشی امروز زیاده از 5000 نفر نورسان و جوانان به مشغولیت های ورزشی جلب گردیدند و همه روزه برای این گونه ورزشکاران زیاده از 200 نفر مربیان تجربه دار از روی نمودی
30 نمودی ورزش برای این ورزشگران مشغولیت‌های ورزشی برگزار می‌نمایند. اطلاع داده شد که حالا در سطح ولایت یکچند انشاءهای خرد و بزرگ ورزشی فعالیت می‌برند که در آن مربیان با تجربه و ورزشکاران سبق می‌آموزند. گزارش شمس نوروزов و سبحان عادلجانov برای برنامه اطلاعاتی امروز.